یه مدت پیش این اتکلون 20 میلیونی توی مغازمون شکست. پیش خودم میگفتم خدایا توی این بازار خراب چه اتفاقی بود برای من افتاد. خلاصی 10 دقیقه گذشت ما داشتیم این عطری که شکسته بود رو زمین پاک می‌کردیم. یه خانم اومد تو مغازه گفت این عطری که توی مغازه‌تون پیچیده چیه؟ یه سری اطلاعات در مورد عطر گرفت و گفت 4 عدد موجود داری برای هدیه میخوام. خلاصه 80 میلیون کارت کشید و پروین اعتصامی شعر داره میگه یه پیرمرد بوده خیلی فقیر بوده و چند تا بچه مریض داشته و خیلی بی پول بوده. هر جا میرفته برای پول دست رد به سینه‌اش می‌زدن. پیرمرد یه مقدار گندم برمی‌داره که ببره آسیاب و پول بگیره. میگه زد گره در دامنم گندم فقیر شد روان و گفت ای حی قدیر. بس گره بگشوده ای از هر قبیل این گره را نیز بگشا ای جلیل. میگه گره زندگی همه رو باز میکنه، گره زندگی منم باز کن. در حین رفتن به آسیاب گره گندم باز میشه، کل گندما میره تو خاک. میگه سالها نرد خدایی باختی زین گره رازان گره نشناختی. میگه یعنی خدایی کردی. فرق این گره که من گفتم با این گره که تو باز کردی خیلی زیاده. میگه من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بگشای گندم را بری. من خداوندی ندیدم زین نمک یک گره بگشودی و منم غلط. میگه خدایا من کی گفتم این گندمو بریز؟ من یه دونه گره برای ما باز کردی و هم غلط باز کردی، اشتباه باز کردی. الغرض برگشت مسکین دردناک تا مگر بد چیندان گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر دید افتاده یک میان زر. یعنی تا خم شد گندم رو جمع کنه و برداره دید یه طلا افتاده وسط گندما. سجده کرد و گفت ای رب ودود من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی از تو آید رحمتی است هر که را فقری دهی آن دولت. پس اگه خدا لونت خراب کرد بدون برای پرواز آمده.